هذا النور شفاء صدور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستداری ها از نگاه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها. روز رسول الله صلی الله علیه و سلم از حضرت علی رضی الله عنه سوال میکند: یا علی، الله را دوست می‌داری؟ حضرت علی رضی الله عنه جواب می‌دهد: بله یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: آیا مرا هم دوست می‌داری؟ حضرت علی رضی الله عنه جواب می‌دهد: بله یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم با سوال می‌کنند: همسرت را دوست می‌داری؟ حضرت علی رضی الله عنه جواب می‌دهد: بله یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم باز سوال میکنند: فرزندهایت را دوست می‌داری؟ حضرت علی رضی الله عنه جواب می‌دهد: بله یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: تو همه این را در یک قلب چگونه عمل میکنی؟ حضرت علی رضی الله عنه با این سوال در حیرت مانده و میگوید: در این بابت فکر میکنم. حضرت علی رضی الله عنه غوطه فکر شده به خانه می آید. حضرت فاطمه رضی الله تعالی استقبالش میگیرد و میپرسد: این چه احوال است یا علی؟ اگر تو را اضطراب های دنیا در فکر فرو برده باشد، پس این اقدام به تو زیبنده نیست و فکرش هم نکن. اگر اضطراب رحمانی باشد، پس به من هم بگو و یک جای حل بکنیم. حضرت علی رضی الله عنه حادثه را نقل میکند. حضرت فاطمه رضی الله تعالی تبسم کرده و میگوید: رفته به پدرم بگو که انسان الله را با عقل و هوشش دوست می‌دارد، پیغمبر را با قلبش دوست می‌دارد، همسرش را با نفسش دوست می‌دارد و فرزندهایش را با شفقتش دوست می‌دارد. دوستان عزیز، خود شاهد شدید. السلام علیکم و رحمت الله